بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. درس امروز ما و شما باز هم در ادامه اقسام فعل از لحاظ زمان است. قبلا فعل از لحاظ زمان بر سه بخش تقسیم کردیم: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. در دسته های قبلی برخی از بخش های فعل مضارع، نحوه ساخت فعل مضارع، استعمال حروف مضارعه، جزم فعل مضارع، نصب فعل مضارع، نفی فعل مضارع، نهی فعل مضارع خوانده شد. دوستانی که جدید هستند میتونن درس ها را بشنوند. در این درس ما شما فعل مضارع مؤکد با نونهای ثقیله و خفیفه را میخوانیم. چرا میخوانیم؟ فعل مضارع مؤکد با نونهای ثقیله و خفیفه را. خب ببینید، قبلا در مورد فعل مضارع بحث شده. مؤکد به معنای تأکید کرده شده. به معنای چی؟ تأکید کرده شده. به معنای استوار، به معنای مضبوط، به معنای محکم. یعنی انجام دادن یک فعل به طور حتمی، به شکل حتمی رو چی گفته میشه؟ فعل مؤکد گفته میشه. فعل چی گفته میشه؟ مؤکد. با نونهای تأکید ثقیله و خفیفه. هدف از اونها همان حرف نونی الفبای زبان عربی است. زمانی که ببینید در پایین، زمانی که در بالای نون شد باشد شد، باز آن را نون تأکید ثقیله گفته می شود. و زمانی که در بالای نون ساکن باشد، ببینید ساکن، آن را چی گفته می شود؟ نون تأکید خفیفه. فهمیده شد؟ خب نون تأکید ثقیله و خفیفه در فعل مضارع چه نوع کاربرد دارند، چه عمل میکنند و چه نقشی را بازی میکنند؟ ببینید، نون تأکید ثقیله و خفیفه هم کاربرد ظاهری دارند و هم کاربرد معنوی. هدف از کاربرد ظاهری ایجاد یک نوع تغییرات در صیغه های فعل مضارع است. چی است؟ ایجاد یک نوع تغییرات در صیغه های فعل مضارع است. میتونیم به این شکل بگوییم که زمانی که یکی از نونهای تأکید ثقیله یا خفیفه به آخر فعل مضارع افزوده شود، باز در صیغه های فعل مضارع تغییرات گوناگونی را به بار می آورند یا به وجود می آورند. خب چه نوع تغییرات؟ ببینید تغییرات را: تغییرات ظاهری و هم تغییرات لفظی. اول، از افعال خمسه نون حذف می شود. دو، از دو صیغه جمع مذکر واو حذف می شود. سه، از یک صیغه واحد مؤنث مخاطب یا حذف می شود. چهار، در دو صیغه جمع مؤنث بعد از نون ضمیر الف افزوده می شود. 5، در 5 صیغه فعل مضارع که شامل واحد مذکر و واحد مؤنث غایب، واحد مذکر مخاطب و دو صیغه متکلم هستند، حرف قبل از نونهای تأکید مفتوح خوانده می شود. 6، در دو صیغه جمع مذکر حرف قبل از نونهای تأکید مضموم خوانده می شود. 7، در یک صیغه واحد مؤنث مخاطب حرف قبل از نون تأکید مکسور خوانده می شود. در عموم اگر قبل از نونهای تأکید الف باشد، باز نونهای تأکید مکسور خوانده می شود و اگر الف نباشد مفتوح خوانده می شود. یعنی خود نون تأکید مفتوح یا مکسور خوانده می شود. خب این 7 تا 8 مواردی است که نونهای تأکید ثقیله و خفیفه در آنجا کاربرد ظاهری، یعنی در صیغه های فعل، در الفاظ فعل مضارع یک نوع تغییرات را به وجود آوردن. خب ببینید، همین 8 موارد را ما شما اولا بالای نون تأکید ثقیله تطبیق میکنیم، بعدا تفاوت نون تأکید ثقیله را با نون تأکید خفیفه بیان خواهیم کرد. خب در قدم اول ما شما گفتیم که از افعال خمسه نون حذف می شود. ببینید، افعال خمسه شامل 7 صیغه فعل مضارع می شود. 4 تثنیه، از اینها نون ما شما حذف میکنیم و 2 صیغه جمع مذکر غایب و جمع مذکر مخاطب و 1 صیغه واحد مؤنث مخاطب. خب از یا ما شما نون فرض کنید که حذف کردیم، درست پاکم نشد، خیر. خب در قدم دوم گفتیم از 2 صیغه جمع مذکر واو حذف میشد. 2 صیغه جمع مذکر کدام است؟ ینصرون تنصرون. در قدم اول ما شما نون حذف کردیم و از اینا ما شما واو شما حذف میکنیم. با قلم نوشته شده، با پنسل را مقصد حذف میکنیم. با ساکنش هم حذف میکنیم، خودش هم حذف میکنیم و حرف آخری
اینها چی میمونه؟ ر. در اینجا ریز، در اینجا ری. فهمیده شد؟ خب در قدم سوم از یک صیغه واحد مؤنث مخاطب یا خطاب نیز حذف می شود. ببینید یک صیغه واحد مؤنث مخاطب کدام است؟ از این ما شما یاش هم را حذف میکنیم. قبلا نونش را حذف کردیم و حال یاش هم با ساکنش حذف میکنیم. خب در قدم چهارم گفتیم در دو صیغه جمع مؤنث بعد از نون ضمیر الف افزوده می شود. دو صیغه جمع مؤنث کدام است؟ یکی است ینصرن، تنصرن. بعد از نون ضمیری را نون ضمیر گفته میشه. بعد از این ما شما الف اضافه میشه. اضافه میکنیم الف. در اینجا هم الف ما شما اضافه میکنیم. حالا چی شد؟ ینصرن، تنصرن. و حال نون تاکید ثقیله را در همین 14 صیغه فعل مضارع ما شما می افزاییم. ببینید فرق نمیکنه که آن صیغه های غایب باشد و یا هم مخاطب باشد و یا هم متکلم باشد و یا هم جمع باشد و یا هم تثنیه باشد و یا هم واحد باشد. خب در همه از اینها در همین 14 صیغه نون تأکید ثقیله چی میشه؟ اضافه میشه. خب در این دو صیغه آخر هم ما شما نون تأکید اضافه میکنیم. فهمیده شد؟ خب در قدم پنجم گفته بودیم که در 5 صیغه فعل مضارع که شامل کدام است؟ شامل صیغه واحد مذکر غایب و واحد مؤنث غایب، همچنان شامل صیغه واحد مذکر مخاطب و همچنان صیغه دو صیغه متکلم. حرف قبل از نون ثقیله در اینا، حرف قبل از نون ثقیله در اینا چی خوانده میشه؟ مفتوح. ببینید نون ثقیله است، پیش از چی است؟ ر. این ر ضمه داره، این ما شما تبدیل میکنیم به چی؟ به فتحه. در اینجا هم به فتحه، در اینجا هم به فتحه، در این آخر هم ر ما شما چی میدیم؟ فتحه میدیم. فهمیده شد؟ بنان چی شد؟ یان سورن نشد. چی شد؟ یان سورن. خب ششم در دو صیغه جمع مذکر قبل از نون تأکید قبل از نونهای تأکید حرف قبل از نون مضموم خوانده میشه. ببینید دو صیغه جمع مذکر کدام است؟ یکی است ینصرون، تنصرون بود. قبلا اولا نونش ما شما حذف کردیم، بعدا واوش حذف کردیم از دو صیغه و حال حرف قبل از نون تأکید، حرف قبل از نون کدام است؟ ر. این ما شما چی میدیم؟ زمانی خودش ضمه است بیازو، در این هم ضمه است. در این ما شما کدام تغییری را نمیاریم. خب شد. هفتم در یک صیغه واحد مخاطب، صیغه واحد مخاطب کدام است؟ حرف قبل از نون چی خوانده میشه؟ مکسوری خودش بیازو کسره دارد، دیگه نیاز نیست که ما را کسره بدهیم. خب هشتم گفته بودیم در عموم اگر قبل از نونهای تأکید الف باشد نونهای تأکید مکسور خوانده می شود. ببینید در کدام صیغه ها الف است؟ در این صیغه ها 4 تثنیه و 2 جمع مؤنث غایب و مخاطب در اینها الف است. بنابراین در کدام صیغه هایی که قبل از نون تأکید ثقیله یا خفیفه الف باشد در آن صیغه ها خود نون کسره خوانده میشه. ببینید اینا ما شما کسره میدیم به این شکل. فهمیده شد؟ اینا را ما شما چی میدیم؟ کسره میدیم. و در کدام صیغه هایی که الف نباشد با در آن صیغه ها نون تأکید ثقیله و خفیفه فتحه خوانده. چی خوانده میشه؟ فتحه. ببینید یا الف نیست، این نون تأکید ثقیله و خفیفه رو ما شما در اینها چی میدیم؟ فتحه. و دو صیغه آخر هم ما شما فتحه میدیم و این دو صیغه جمع رو هم ما شما جمع مذکر رو هم فتحه میدیم. فهمیده شد؟ بنان چی میشه؟ ینصرن، ینصران، ینصرن. ر پیش میخوانیم در اینجا تنصرن، تنصران، ینصرنان، تنصرن، تنصران، تنصرن. ر پیش میخوانیم تنصرین یا ر کسره میخوانیم تنصرین، تنصران، سرنانی، انصرن، ننصرن. فهمیده شد؟ این بود کاربردی نونهای تأکید ثقیله و خفیفه، کاربرد ظاهری یا لفظی. فهمیده شد؟ خب نون تأکید ثقیله با نون تأکید خفیفه چی تفاوت دارد؟ از لحاظ کاربرد ظاهری خو هیچ تفاوتی ندارند. تنها دو تفاوت دارند. تفاوتشون در چی است؟
تفاوت اول در این است که نون تاکید ثقیله در همه صیغه ها، این در 14 صیغه فعل مضارع افزوده می شود، اما نون تاکید خفیفه تنها در 8 صیغه، در چند صیغه؟ در 8 صیغه اضافه می شود. در همه صیغه ها اضافه نمی شود. خب در کدام صیغه اضافه نمی شود؟ در هر آن صیغه هایی که قبل از نون تاکید ثقیله الف باشد. در هر آن صیغه هایی که قبل از نون تاکید ثقیله الف باشد، در آن صیغه ها نون تاکید خفیفه اضافه نمی شود که شامل 4 تثنیه می شود و 2 جمع مؤنث. فهمیده شد؟ خب و دیگر کاربرد، تفاوت دومش در کاربرد معنوی است. یعنی کاربرد نون تاکید ثقیله به نسبت از کاربرد نون تاکید خفیفه بیشتر است. یعنی تاکید در نون ثقیله بیشتر است به نسبت از نون تاکید خفیفه. خب کاربرد معنوی به این شکل است که از زمانی که یکی از نونهای تاکید ثقیله یا خفیفه به آخر فعل مضارع افزوده شود، باز معنای مثبت فعل مضارع را به معنای مثبت مؤکد فعل مضارع تبدیل میکند. فهمیده شد؟ معنای مثبت فعل مضارع را به معنای مثبت مؤکد، این تاکید کرده شده، تبدیل میکند. ببینید قبلا بود پیش از نون یعنی سرو به معنی چی بود؟ یاری میکند یا یاری خواهد کرد. اما زمانی که نون آوریم چی شد؟ یعنی سرن. و حال معنای چی میشه؟ معنای به این شکل میشه که حتما یاری میکند. حتما چی میکند؟ یاری میکند. ما بشه تو آخره یعنی سرانی، حتما آن دو مرد یاری میکنه، یاری خواهند کرد. فهمیده شد؟ خب این بود کاربرد لفظی ظاهری و کاربرد معنوی نونه های تاکید ثقیله و خفیفه در فعل مضارع. در آخر برخی از نکات است. نکته اول در اینجا این است که گاهی با نونه های تاکید ثقیله و خفیفه لام ابتدایه مفتوحه نیز می آیند. گاهی با نونه های تاکید ثقیله و خفیفه لام ابتدایه، ببینید لانی لام، این میگه لام، لامی که فتحه داشته باشد این در اولی فعل مضارع نیز با نونه های تاکید ثقیله و خفیفه می آید. به این شکل صیغه ها یا واژه در قرآن کریم بسیار زیاد است. فلا یعلمن الله الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین در قرآن کریم آمده. خب اینا چی بوده میشه؟ لامی ابتدایه مفتوحه همچنان تأکیدی هم گفته میشه و حالا به شکل تلفظ میشه. ببینید لینصرن، لینصران، لینصرن، لتنصرن، لتنصران، لینصرنان، تا به آخر به این شکل خوانده میشه، تلفظ میشه، هم در نون تاکید ثقیله و هم در نون تاکید خفیفه. خب معنای در معناش هم کاربرد داره. معناش چی میشه؟ بود در تاکید بیشتر میشه چون که دو حرف تاکید آمد، یکی نون تاکید ثقیله یا نون تاکید خفیفه و دیگر هم لام تاکید در اولش. بنابراین به شکل معنا میشه لینصرن، یعنی خامخا حتما یاری میکند. چی؟ خامخا حتما یاری میکنه، 100% یاری میکند. خب ما شما تاکید باید بیشتر بسازیم دیگه، به هر شکلی که میسازیم باید تاکید رو بیشتر بسازیم. نکته دوم در این جایی است که نونه های تاکید ثقیله و خفیفه در فعل ماضی نمی آید. نکته سوم در این جایی است که نونه های تاکید ثقیله و خفیفه طوری که در فعل مضارع می آیند افزوده می شوند، به همان شکل در صیغه های فعل امر نیز افزوده می شوند. فهمیده شد؟ خب فعل امر بعدا ان شاء الله ما شما میخوانیم. نکته چهارم در این جایی است که افزودن نونه های تاکید ثقیله و خفیفه در صیغه های فعل مضارع. ببینید این نکته بسیار مهم است. اضافه نمودن نونه های تاکید ثقیله و خفیفه در صیغه های فعل مضارع گاهی واجب، گاهی جایز و گاهی حتی ممتنع می باشد. چی می باشد؟ ممتنع می باشد. در کتاب های بالاتر شما میتونین این موضوع را مطالعه کنین. خب این هم بود درس امروز ما و شما. تا درس بعدی